دوستان عزیزم سلام. تو این جلسه آموزشی میخوام بهتون کنترل پنل یا پیشخوان وردپرس رو آموزش بدم. خب برای شروع شما باید اولین کاری که انجام بدید آدرس نام دامنه‌تون رو وارد بکنید و انتهای نام دامنه‌تون بنویسید wp-admin. وقتی که وارد این آدرس میشید باید نام کاربری و پسوردی که از قبل موقع نصب وردپرس زدید رو اینجا وارد کنید. روی دکمه ورود که کلیک بکنید وارد محیط پنل یا پیشخوان وردپرس میشیم. ببینید پیشخوان وردپرس در حقیقت به 3 تا بخش اصلی تقسیم میشه. بخش اول این نویگیشن بار یا نوار دسترسی سریع هستش. بخش دوم این ساید باری هستش که اینجا قرار گرفته و منوهای اصلی وردپرس داخلش هستن و این فضای سمت چپی هم که شما اینجا میبینید محتویات هر کدوم از منوهایی هستش که اینجا قرار گرفتن. اولین مورد نوار دسترسی سریع این بالا هستش که وقتی شما سایتتون رو هم باز بکنید و وارد پنل مدیریت وردپرستون شده باشیدم اینجا نمایش داده میشه. اما کار اصلی این نوار چیه؟ به صورت پیش‌فرض که اگه شما بخواید پروفایلتون رو ویرایش کنید و از پنل مدیریت وردپرس خارج بشید که بعد روی این قسمت کلیک بکنید تا بتونید از سایت خارج بشید یا اینکه روی این کلیک بکنید تا بتونید پروفایلتون رو ویرایش کنید. ولی کار اصلی این نوار اینه که آیتم هایی که خیلی ضروری هستن داخلش قرار میگیره. مثلا فرض کنید اینجا ما یه منو داریم نوشته ها و زیر منو داره افزودن نوشته. حالا کار این اینه که یک نوشته جدید برای شما میاره که شما متنش رو بنویسید. حالا اگر من اینجا روی منوی تازه برم و نوشته رو کلیک کنم در حقیقت همین کاری رو انجام میده که من بیام اینجا روی منوی نوشته ها و افزودن نوشته رو بزنم. مورد بعدی این ستون سمت راست هستش که شما میبینید. تمام منوهای وردپرس اینجا قرار میگیرن. اولین منو رو اگر دقت کنید اینجا زده پیشخوان که یه زیر منو داره تحت عنوان خانه که محتویات این بغل داره نمایش داده میشه که اگه من اینجا یه بار کلیک کنم و صفحه رفرش بشه میبینید که همین صفحه رو آوردش. و اما بریم سراغ محتویات این بخش. همونطوری که بهتون گفتم محتویات اینجا از روی منوها خونده میشه و الان جایی که ما داخلش هستیم پیشخوان اصلی وردپرسه که شما دارید الان در حال حاضر میبینیدش. شما زمانی که وارد پیشخوان وردپرس میشید یک نمای کلی از وضعیت سایت و یه سری امکانات رو میتونید تحت عنوان یه سری ابزارک یا ویجت اینجا ببینید. مثلا ابزارک در یک نگاه به شما میگه که تو سایتتون چقدر نوشته دارید، چقدر دیدگاه یا کامنت رو نظر دارید، یا اینکه مثلا چند تا برگه الان در حال حاضر داخل وبسایت شما وجود داره، یا مثلا کامنت های جدیدی که تو سایت شما برای نوشته هاتون ارسال میشه رو میتونید از اینجا ببینید. و منوی بعدی منوی بروز رسانی ها هستش. زمانی که شما بخواید که سیستم مدیریت محتوای وردپرس رو با آخرین نسخه بروز رسانی کنید بعد روی این منو کلیک بکنید و کلا تمام بروز رسانی های وردپرس، قالب ها، افزونه هایی که حالا بعداً بهتون توضیح میدم از اینجا انجام میشه. مورد بعدی منوی نوشته ها هستش. شما زمانی که بخواید یک خبر جدید، یک مطلب جدید رو داخل سایتتون منتشر بکنید و یک مقاله جدید مثلا اضافه بکنید بعد از منوی نوشته ها استفاده بکنید. منوی بعدی منوی رسانه هستش که حکم یک فایل منیجر رو برای شما داره. تمام فایل هایی که توی سایت شما آپلود میشه از فایل های PDF و تصاویر و فایل های فشرده گرفته الی فایل های مختلفی که با پسوندهای مختلف وجود دارن. مورد بعدی بخش برگه ها هستش که باید بهتون بگم که این بخش برگه ها با نوشته ها تقریبا یکسان هستن، ولی یه فرق اساسی بینشون هست اینه که برگه ها یک سری صفحات ثابت هستن ولی نوشته ها صفحاتی هستن که به صورت متوالی توی سایت شما ایجاد میشن. برای اینکه متوجه منظور من بشین فرض کنید شما توی سایتتون میخواید یک صفحه‌ای درست کنید تحت عنوان درباره ما که یه سری اطلاعات کلی از شرکتتون اونجا وارد کنید. توی یک همچین حالتی شما دارید یک صفحه ثابت ایجاد میکنید که ممکن هر چند وقت یک بار شاید حتی تا 6 ماه هم آپدیت نشه. برای همچین کاری میایید از قسمت برگه ها استفاده میکنید. ولی اگه بخواید یک اخباری رو از شرکتتون هر روز تو سایت منتشر کنید باید از بخش نوشته ها استفاده بکنید. بخش بعدی بخش دیدگاه ها یا نظرات سایت هستش. وقتی که کاربری داخل سایت شما بر روی نوشته ها و مطالبتون کامنتی ارسال میکنه شما باید از این بخش اون
دیدگاه رو مدیریت کنید. مورد بعدی منوی نمایش هستش. منوی نمایش کارش اینه که منوهای وبسایت شما رو مدیریت میکنه. تنظیمات قالب وبسایتتون رو از اینجا میتونید مدیریت بکنید و این که میتونید از این قسمت یک پوسته جدید نصب بکنید و ویرایش بکنید. مورد بعدی بخش افزونه ها هستش. قبل از اینکه بخوام در رابطه با این منو بهتون توضیح بدم، باید بهتون بگم که افزونه ها یا پلاگین ها حکم اپلیکیشن های موبایلی رو داره که روی گوشی هوشمندتون نصب میکنید. شما اگه همین الان بخواید که یک امکان جدید رو به گوشیتون اضافه بکنید، مثلا بخواید یک تقویم فارسی به گوشیتون اضافه بکنید، میرید و توی کافه بازار یا اپ استور یا گوگل پلی برنامه مورد نظرتون رو پیدا میکنید و اونجا توی گوشیتون نصبش میکنید. حالا افزونه هم تقریبا مشابه همونه و کارشون اینه که وقتی شما یک افزونه رو نصب میکنید داخل وبسایتتون، یک امکان جدید به سایت اضافه میشه. مثلا فرض کنید که یک افزونه آمار بازدید سایت نصب میکنید. پس کار این منو هم به این شکله که شما میتونید از اینجا افزونه‌های جدید رو نصب بکنید و مدیریتشون کنید. منوی کاربران هم به صورت کلی کارش اینه که به سایت شما کاربر اضافه میکنه، یعنی کلا مدیریت بخش کاربرای سایت توی این قسمته. قسمت ابزارا به شما یه همچین امکانی رو میده که مثلا بخواید از نوشته های وبسایتتون خروجی بگیرید، یعنی مثلا همین منوی برونبری، یا مثلا بخش سلامت سایت که به شما یه وضعیت کلی از سلامت وبسایتتون رو بهتون میگه، یا اینکه مثلا بخواید از درونریزی استفاده بکنید و یک سری نوشته ها رو از فرمت های مختلف وارد سایتتون بکنید. مورد بعدی بخش تنظیمات هستش، تنظیمات کلی وبسایت و کنترل پنلتون. اگر من اینجا روی تنظیمات و زیر منوی عمومی کلیک بکنم، میتونم اینجا عنوان سایت یا ایمیل وبسایت رو تغییر بدم. پس به طور کلی بخش تنظیمات وردپرس به این شکل عمل میکنه که شما بخواید یک سری تنظیمات کلی وبسایتتون رو تغییر بدین.